سلام، به اولین قسمت از سریال مشاغل خوش اومدین. من آمیتیس هستم و در این سری از برنامه‌ها قرار مشاغل مختلف رو با هم امتحان کنیم. امروز اومدیم سراغ بچه‌های وودفود تا ببینیم ایونت پلنر بودن چه شکلیه. ایونت پلنر کیه؟ ایونت پلنر یا برنامه‌ریز رویداد کسیه که تمام کارهای برگزاری یک جشن یا رویداد رو بر عهده میگیره. ایونت پلنر در صورت نیاز شما مکان مناسب جشن رو براتون انتخاب میکنه. کارهای مورد نیاز جهت پذیرایی رو براتون انجام میده، امکانات و ظروف مورد نیازتون رو تعیین میکنه و همچنین تمام جزئیات دیگه جشنتون رو میتونین بهش بسپارین. توی این پروژه که ما همراه بچهای وودفود هستیم، قراره با هم یه میز عصرونه و تولد توی فضای باز رو دیزاین کنیم. همونطور که میدونین یکی از مهمترین مراحل توی تهیه و دیزاین میز غذا استفاده از مواد اولیه تازه و با کیفیته. امروز روز قبل از مراسم و ما با بچهای وودفود اومدیم خرید. ایونت پلنری از اون کارهاییه که بخش عظیمش پشت صحنه انجام میشه. بعد از اینکه خرید انجام شد، بچه‌ها میرن برای پارت اول آماده سازی که شامل شستشو و ضد عفونی مواد اولیه و مرینت یا همون طعمدار کردن گوشت و مرغ مصرفی میشه. این مرحله بسته به حجم سفارش حدوداً بین 2 تا 3 ساعت طول میکشه. مرحله بعدی درست کردن غذا با فینگر فود هاست که صبح روز مراسم انجام میشه تا غذاها سلامت، تازگی و طعمشون رو حفظ کنن. دیزاین میز یکی از مهمترین قسمت‌های کار ایونت پلنری هست. در واقع هر چقدر کیفیت غذای ارائه شده خوب باشه، اگر دیزاین و چیدمان قشنگی نداشته باشه به دل نمیشینه. خاطره بامزه تعریف کن از کارتون. خاطرم خیلی بامزه، گریه داره. یکم گریه داره ولی بعدش خیلی بهش خندیدیم. چیه میشه تعریف کنیم؟ یه روز ما 2 تا سفارش داشتیم، بدو سفارش اول رفتیم انجام دادیم، خیلی تند و سریع و اینا. بدو رفتیم سر سفارش دوم، زنگ رو زدیم، خانم دوید اومد تو پارکینگ گفت سفارش من امروز نبود که فرداست. ماما خیلی بد بود. ما یه عالمه غذا تو سر خودمون می‌زدیم. و من انقدر استرس داشتم دستم گوشم لای در ماشین، کوبیدیم در ماشین رو به هم. من به حالت بال زدم وسط کوچه داشتم پرواز می‌کردم. بزرگترین چالش تو کار شما چیه؟ زمانش زمانبندیش خیلی سخته که همه چیزا به موقع آماده بشه. فکر همین زمان اصلا مهمتر بشه. یه حرف نگفته داریم به مشتری اگه بخوایم بگی ظرفامون رو برگردونی لطفا. نصف نیمه برامون ندید ظرفا رو کامل برگردونی. ما با خونه دل اینا رو دونه دونه جمع کردیم، فکر کردیم روش، خیلی چیزامون دیگه نیستش. یکی از خوبی‌ها و بدی‌های کار رو اگه بخوایم بگین چیه؟ اینه که آره تنوع داره، بعد لذت بخش چیدنش دیگه چی سارا؟ خوبی زیاد داره، بدی هم زیاد داره. گرفتیم تو هر جایی میتونیم این کار استفاده کنیم. کارمون قشنگ‌ترین تعریفش میشه. تو اگه بخواین یه بدی بگین چی رو میگین؟ بدیش اینه که چون کار ایجاب میکنه که همه چیز دقیقه 90 باشه، ما گاهی 3 شب نمیخوابیم برای اینکه یه میز بچینیم. این
کنم برگشتم. بچه به نظرتون این شغل ایونت پلنری مناسب چه افرادیه؟ اونایی که پشت کار دارن، علاقه دارن، خسته نشن، جون باید داشته باشن. خیلی باید جون داشته باشن. کار اصلی بچه‌ها بعد از دیزاین و چک نهایی میزبان تموم میشه. فقط میمونه ظروف مورد استفادهشون که میزبان باید فردای مراسم براشون ارسال کنه. خب بچه‌ها، اولین قسمت از سریال مشاغل تموم شد. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لطفاً نظرات و سوالاتتون رو برامون بنویسین. راستی بهمون بگین دوستان شغل بعدی که امتحان می‌کنیم چی باشه.